یک آدما فهمن که این نفس چیه. میگه یک آدمی بسیار مقصد گوییم انا کلانزاده بگیم یا بسیار آدمی انا معروف و مشهور بودن. میگه وقتی که از در داخلی خانه شیدن، میگه در اینجا میگه مردم همه پیشش خیست. میگه یک نفرک میگه همیتا نشسته بود، خیلی نشسته آمد. میگه قدیم مردم سلام کرده، راستی این آمد گفت با این مقصد کیه که پیش من نمیخیزه. او میگه طرفش نگاه کرده گفت تو مرا نمیشناسی من کیم؟ نمیدونی که من کیم؟ تو میدونی که مقصد من همه عیده است، من 10 آدم کشته شدگی، 10 آدم شرطر کبر آمدگی، تو کی مقصد پیش من نمیخیزی؟ یه آدم میگه من از تو در زورم، من نفری را کشتگیم که تو اسیری اویی. این آدم میگه حیران میشود من اسیری کیم؟ میگه من نفس کشتگیم. همون نفسی که تو را در همین حالت آوردگی که اینقدر غرور داری، اینقدر مقصد بلند هوایی داری، اینقدر مقصد مردمی را که تو میکشی، مردمی را که بدرغه میکنی، مردمی را که آزار میتی، همه این سببش همینه که تو در همون چنگال نفسی. تو را مقصد نفس لجام زده سوار شدگی، تو دارای انمی خصلت‌های رذیله ای. انا همون نفری که تو اسیری اویی، من همون را کشتگیم که من مقصد دارای او نفس نیست. از این لحاظ مقصدم همینه برادر عزیز که هیچ وقت پیروی از هوای نفس ما نکنیم. ولی ما در سوره نازعات هم آیت داریم، خدا میگه و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوا فان الجنة هی المأوا. خدا میگه اگر کسی دو چیز همراه خودش دائم نگه بداره، خبری آیت چیه؟ فان الجنة هی المأوا، جنت جای او میشود. این دو چیز چیه؟ یکم دائم انسان میگه باید همین از پیش نظرش دور نکنه، من روزی با پروردگار ملاقات میکنم. یعنی این ملاقات ما در آخرت حتما رخ میده. آیا همین ملاقات من چی میشود؟ با فایده من تمام میشه یا با ضرر من پیش خدا خجالت میشم یا راحت میاوم؟ چی میشه؟ میگه ترس یاویره در دل نگه دار. یک، اگر خواهی جنت داره. دوم و نهى نفس عن الهوا، چیزی که نفست میگه با گفتی نفست هیچ وقت نکن. چیزی که نفس از تو خواهش میکنه اجرا نکن، زیرا دشمن سرسخت شما. این دو چیز الله گفت اجرا کن، فإن الجنة هی المأوا، جنت جای تو. برای این معناهای آیت برادران عزیز و گرامی دلالت بر همین میکنه که ما در نسبت نفسمون بسیار باید که با احتیاط باشیم و خیلی که تعلیماتی که پیامبر کرد ما از خداوند باید دائم طلب کنیم که خدایا هیچگاه ما را مقصد اسیر نفسمون نکن، هیچ وقت مطیع نفس ما نکن که این یک رهبر بدبختی هست که ما را همیشه مقصد چیکار میکنه؟ این نفس ما را همیشه به خاری میبره. خدایا مقصد ای را مطیع ما کن، ما را مطیع نگردان. خدای مهربان عاقبتمون را بخیر کنه، ایمانمون را با سلامت نگه داره و آنچه را که در اینجا گفته گذاشتیم خدای مهربان توفیق عمل کردنش نصیب مون گردونه. اللهم بك اصبحنا و بك امسینا و بك نحیا و بك نموت و الیک المصیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشی بابا جی، زنده باشی، سلامت باشی. حالت همین صحبت یک چیزایی دار اگه شما با فیلم باری اول شدین حالت